منیزیم قهرمان خاموش بدن ماست. بله. آیا میدونستین یه فلز ساده میتونه کیفیت خواب شما رو تغییر بده و روی استرس و زندگی شما تاثیر ایجاد کنه؟ با منیزیم عضلات قوی‌تر و انرژی بیشتری میتونین داشته باشین. سلام به کانال ماما هلسی خوش آمدین. برای اینکه به ما انرژی بدین لطفاً لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. امروز در مورد منیزیم میخوام باهاتون صحبت کنم. یه فلز کوچک و درخشان اما با قدرتی بزرگ. امروز میخوایم وارد دنیای شگفت انگیز منیزیم بشین. آماده این؟ خستگی و استرس و گرفتگی عضلات ممکنه ریشه در کمبود منیزیم داشته باشه. 68% افراد روزانه کمتر از میزان مورد نیاز منیزیم مصرف میکنن. استرس شدید خودش باعث کاهش سطح منیزیم در بدن میشه. منیزیم یکی از ضروری ترین مواد معدنی بدنه که در بیش از 300 واکنش بیوشیمیایی بدن نقش داره. بدون منیزیم بدن ما درست کار نمیکنه. بله درست شنیدین. حالا میخوایم فواید منیزیم براتون بگیم. تولید انرژی، کمک به سلامت قلب، کاهش استرس و اضطراب، بهبود خواب، جلوگیری از گرفتگی عضلات و حتی کنترل قند خون. آیا کمبود منیزیم میدونین چه تأثیراتی روی بدن داره؟ بله، خستگی مفرط، تپش قلب، گرفتگی عضلات، اضطراب و بیخوابی. حالا میخوایم بهتون بگیم داخل چه مواد غذایی میتونین منیزیمتون رو تامین کنین. بهترین منابع منیزیم بادام، اسفناج، تخمه، آووکادو و شکلات تلخه. کاهش استرس با منیزیم. بله، این نکته جالب و یادتون نره. استرس خودش باعث کاهش منیزیم میشه. یعنی اینکه اگر استرس بگیرین بدنتون منیزیم بیشتری از دست میده. پس یک بایه خوراکی خوشمزه و غنی از منیزیم میتونین استرستون رو کنترل کنین. پس اگر انسانی هستین که خسته این، خوب خوابتون نمیبره، یه نگاهی به منیزیم بدنتون بندازین. اگر این ویدیو براتون مفید بود حتما لایک کنین.